دو سه چهار یک قرصکی همدانگی میزنیم شاه بچه مهربان دادر گران قدری ما عبدالرحمن جان را بر تخت شاهانه دعوت میکنیم و بر زبان میگم که شام شکر سرتراشانش کنید شاه بچه را زیبی میدانش کنید ای شام شکر سرتراشانش کنید تنگه و تیلا را بر سرش رزانش کنید عبدالرحمن با همراهی فیروز جان یک قرصکی چارباقی ملاقی میزنیم یک قرصک شود قربان شما امروز داداری ما سرتراشان دارد و سرودی سرتراشان رو زمزمه میکند بلبل شیرین سرای تاجیکستان هنرمندان محبوب دلی ما و شما آن است که طالب عبدالله یک قرصک و افتخارش نمازعلی شرنیوف یک قرصک و افتخارش و آن است که خسرو جان یک قرصک و افتخارش میزنیم آماده هستیم همین هنرمندان بزم سرتراشان را زمزمه میکنند و هنرمندان دیگر یک جا رقص میکنند در پیش پای عبدالرحمن جان دادر ما عبدالرحمن دادر چخیلی یک قرصک بزنیم برای عبدالرحمن جان در قبقات بکشم مبارک شوه توی مبارک شوه ما به خاطر بزرگی شما اومدیم قربان شما رستم عظیم خوش آمدی برادر عزیزی من یکی از بهترین برادرای من در اینجا حضور دارم سبق من خوش آمده زنده باشم کلی هنرمندان خوش آمدین زنده باشید فخرالدین جان خوش آمدی برادر عزیز سربلند باشین زنده باشین قربان شما سلام باشین خویشی عبدالرحمن جان هم خیلی است برامن یه دادری جان تویت مبارک باشده یه در روزی توی دوستا خطارک باشده یه خود گفتم بودی که توی مبادوس مخرمه یه تو یاگی با دوستان مبارک باشده زنده باشی عبدالرحمن جان مبارک باشد خوشت پیر شوی سربلند باشی وقتی سفید دست میکرد در خدمت شما هستیم سربلند باشی خیزه نگاه کنه بالا را خیزه نگاه کنه بالا را این شب بچه‌ای کرد سفیدی لوی نامردانه گفتم بیروم جتش کنم مهمانم جان مانوش بروم داد
داری گم گردانه ایمانش برود دادری گب گردانم ای سرتراشان می تراشان می ای سرتراشان می تراشان می مبارک باشد یاره از تقدیمات مسکو پرو مبارک شد برآمده روسا
توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود مبارک شود سلامت باشید مبارک شود باز مبارک شود زنده باشید قربانی شما زنده باشید عبدالرحمن جان توی مبارک باشد 100 سال شوید زنده باشید مبارک باشد سلام ای زندگی ای نوری دیده سلام ای زندگی ای نوری دیده مرا دلبسته‌تر کن اگر خواهی به شهر عشق رفتن به چشم من نظر کن سلام ای نوری دیده ای همزمین و همزمان ای شناس و ناشناس ای همدل و همجان سلام گرم بنده نثارتان با دوستداران صوت و نوا دوستداران این محفل زیبا با یک جهان مهر و محبت و صمیمیت قدم‌های نیک شما را به این درگاه پر از راز و نیاز خیر مقدم میگوییم. امروز همکسب گرامی ما دوست عزیز و ارجمند ما عبدالرحمن جان به حیات مستقلانه قدم میگذارد. پس دوستان عزیز بیاید یک جایه مبارک میگوییم برای شربت زندگی را یک جایه با گلروسش میچشد. مبارک میگوییم که حیات مستقلانه را امروز با سری بلند قدم میزند. مبارک میگوییم که خوشی های زندگی نصیبش گردد و همیشه چون چراغ فروزان و چون گل شکوفان در بین ما دوستانش باشد. امشب و بزم دوستداران خوش آمده دوستان عزیز. پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند گرم و سرد و خوب و نک را خوب هم سنجیدند حرمت پیران بدانید و از جوانیتان منازید چون که پیران نیز ایام جوانی دیدند. دوستان عزیز بیاید همین پیر خیرت در نزد ما قرار دارند و یک دعای نیک میدهند و کشایش در این توی خانه آغاز میگردد. مرحبا یک کفکوبی میزنیم. مبارک امر خیر را دیدن پروردگار همه را به مراد مقصد میرسه و همیشه سربلند باشند چی مراد مقصد نیکی باشه به مراد مقصد بکنند همیشه سرما خوشحالی کنند الله اکبر. تشکر زیاد. تمنا میکنم دنیا بماند جهانی پرسر و سودا بماند. برای دو جوان امشب در دل باز میگردد تمام رازی بین هفته کنون ابراز میگردد در این عالم که از عشق و محبت نکهت دارد خوشا با بلبل شیدا اسیر ناز میگردد.